برای چی بعضی محصولات ها نرخش قیمت هم باشه مردم و قیمت نگفته میخرن؟ برای چی بعضی آدما همون محصولات 10 مرتبه نرخ قیمت میکنن فروخته میتونن، اما یک نفر دیگه همین محصولات با نرخ خود فروخته نمیتونن؟ در این ویدیو محض به همین سوال ها جواب میگیرید. السلام علیکم، من سمیع امید شما باشد در کانال وی مستوی قرار دارید. اگر پیش از تماشا کردن این ویدیو در فکرتون سوال اومد که تخدید که مولا خیلی چیزا یاد میدی، برای همون کم طرح من معرفی میکنم. اصل 2016 است که در ساحه بلاگری سر و کار داریم، گرچند که در این کانال 4-5 سال شده که ویدیو نگذاشتیم. دیگه کانال های ما داریم، یک چند کانال داریم. انیقترش یکی از کانال ها 100,000 زیاد پادپیشک دارد. اینا در کازات هستش گفتی گپا با زبان روسی هم باشد. بعداً با طول 7-8 سال شد در ساحه SMM کار کردیم، یعنی که سوشال مدیا مارکتینگ در شبکه‌های اجتماعی. بعداً PR منیجر شده کار کردیم، در ساحه فروش هم کار کردگی هستیم، تجربه داریم. برای همین کم هم باشه تجربه داریم. از همین سبب خواستم که انا همین ویدیو رو برای شما آماده کنیم. چقدر که از ترشوی ویدیو علاقه پای برده، در این ویدیو شما میفهمین چه خیلی طرز درستی فروشی محصولات، یعنی چه خیلی وای محصولات ارزش داده فروختن. بعداً اعتراضایی که از طرف مشتری‌ها میشه، یکم پیش از همه قیمت است. بعداً اعتراض دوم فکر میکنم با این اعتراض جواب دادن. بعد در آخر ویدیو باز طرز درستی اپاکوف کردن پروفیل اینستاگرام رو نیز یاد میگیرید. اگر شما در اینستاگرام مال محصول بفروشید یا اینکه نه با همین بازار داخل شدنی باشید، این ویدیو محض برای شماست. بسیاری از شما ممکن از اینستاگرام اومدگی باشین در همین ویدیو، برای که در اینستاگرام ما ویدیو مونده بودم اوریدی رسام ایتالیایی پیرو منزونی که سال 1961 اخلاطی خدا که نجاست خدا در 90 قوطی در 90 بانکا بگیم به زبان روسی جایگیر کرده با نرخ طلایی هم وقته میفروشه. ویدیو پرش ما در اینستاگرام مونده بودم. بخواستی باشه همو هر یک قوطی که اخلاطش بگیم از 100,000 دلار هم زیاد میستن نرخش. در اصولخانه ها نگاه میدارن و در همون ویدیو ما فهمیده بودم که آدمان خود محصولات نه بلکه بسته‌بندی اپاکوفکا، یعنی که شما چگونه ارزش داده هم محصولات میفروشین، انا همون را میخرن، حکایه را میخرن، تاریخ، بعد لیچنی برند. انا همین چیزا را فهمیده بودم و گفتم که اگر میخواین با معلومات پرتر بگیرین، چک لیست بگیرین، کلمه را بنویسین، ما شما ویدیوی پروش روان میکنم. مثلا با یگون دپالنیتلی ماتریال روان میکنم. گفته دپالنیتلی ماتریالش عیناً انا همین ویدیو میشود. در بازار همین خیلی است که نه هم وقت محصولاتی بهترین غالب می شود. بسیار وقت هم محصولاتی غالب می شود که و بیشتر فهمونن و بیشتر ارزش داده بفروشن. یعنی که این چیست، برای کیست، چطور مشکلی شما رو حل میکند، چطور زندگی شما رو تغییر میدهد و چرا محض باید از او خرید. درس یکم همین آدمان محصولات نه بلکه فایده، نتیجه، باوری و ارزشی که تو به همون محصولات میتی انا همون رو میخرن. درس دوم پیش از نرخ رو گفتن، اول از مشتری پرسیدن در کار که وای چی میخواهد، چی درد دارد، دردش را یافته، دوا رو چی پیشنهاد کردن در کار. یک مثال عادی، ما کورس SMM داریم در مرکز آموزشی اول، کورس SMM میفروشیم. وقتی که اینا میپرسن که همین کورس شما چند سامانه کورس SMM، ما یه سوال میتونم که شما همین کورس حاضر خوانده میخواین درآمدتون زیاد بکنین همچون SMM اسپسیالیست، یا اینکه میخواین که بیزنستون پیش برین؟ حالت یکم، اگر مشتری گفت که من میخوام که این کسب آموخته درآمد من زیاد بکنم، در این حالت ما با وای چی درس نمیگیم که درس های موضوع، درس های نظریه مارکتینگ، یعنی که درس نظریه مارکتینگ نمیفروشیم. ما با این مشتری که دردش پول کار کردن چی را میفروشیم؟ پول کار کردن نمیفروشیم، کسب را میفروشیم که با یک تلفن میشه پول کار کرد. با این کسب میشه که در 2 جا 3 جا کار کرد با اختام واسه SMM. در حقیقت هم خیلی اگر شما SMM ما نقض با آموزید میتونین که در 2 جا سپکوی نکار کنید، در 3 جا. وقتی شخصا ماکسیمم در 3 جا کار کردن میتونستیم خلاص دیگه خیلی فیزیکی اسپل نمیکنید در 4 جا کار کردن. مثال گپ برای همین در ایخ آدمایی که دردشون پول کار کردن یا میخوان پول کار کردن، در حقیقت میخوان پول کار کردن، ما عیناً همین چیزا میفروشیم. مقصد این جای یگان جای فریب و نیرنگش نیست. هم مشتری میخواد که پول کار کنه، شما همراه چی میفروشینش. انا که حالت دیم، اگر مشتری خواست که این کسب یاد گرفته بیزنس کنه، یگان تجارت کنه در اینستاگرام، یا که تجارتی همون بدگیش پیش بره، در این حالت هم کسب سر درآمد نیو. در این حالت طرز درستی ساختنی ویدیوهای پردایشی، طرز درست ساختنی چی تارگت در اینستاگرام میفروشیم که چه سوداش زیاد کنه مردک.
برای همه مراجعت کرده که دردش همین که سوداش زیاد کنه، دردش همین که بیزنس کنه در اینستاگرام. ما عیناً به هم میفهمونیم که بله اگر همین کورس شما خوندین عیناً همین چیزا رو آموخته بیزنس رو پیش بردن میتونین. دیدین نه کورس ما یک کورس است ولی دوای بگیم درد هر یک بیمار دیگر همین سبب اگر شما دردی بگیم همون مشتریختون بیابین برای همون درد نیست کردن برای هم مشکل رو حل کردن بعضیا روزیان که چند پلکی در کار باشه بتن لیش به همون چی پرابلمشون حل بشه. بازم تکرار میکنم این یگان جای نیرنگ فند فریبش نیست. مثلا اگر با همون مثال اس ام بیاریم همین شخصی که میخواست اس ام برای درآمدش بخونه و یاد بگیره عیناً هم مرد کم میتونید همین کارو بکنه. همین کورس یاد میگیره فروش اگر میره اس ام شکی میکنه ایش هم عیناً همین که اگر یک کسب یاد گرفت میتونه برای چی بیزنس پیش بره. نه که ایش در کار بود که درآمد بگیره کار بکنه جای رفته ایش در کار بود که بیزنس پیش بره. برای همین ما چی فروختیم هر نمود کرده فروختیم. اینا تکنیکای مقصد فروش میگن. این میگم که جای فند فریبش نیست. خود شما هم اگر اگه بیزنس داشته باشید در اینستاگرام یک بیزنس خورده که کم باشه شما میتونید انالیز بکنید آیا هم که اگه سوال میتونید مشتریاتون ده که چی میخواهن یا که هم که فقط میفروشین خلاص یک انالیز کرده بروید ممکن یگان خطاگیتون یافته اصلاح میکنه چی سوداتون با خوبتر میشه. در آخر در یک چیزی مهم دیگه میمونم اگر شما همه تکنیک‌ها را استفاده بردین سوال دادین درد مشتری را فهمیدین داور پیشنهاد کردین نه که مشتری گفت قیمت در این حالت چیکار کردن در کار. حاضر بیاین کمترک در این باره صحبت میکنیم. دو حالت هست. وقتی که مشتری میگه که قیمت های یکمش در حقیقت قسمت کمش در حقیقت پول ندارن هم مقدار مبلغی که شما نرخ گذاشتگین میگن وایو که همینقدر پول ندارم حاضرش نه همینقدر سامان دارم خلاص. انا نه که در بسیاری حالات وقتی وای قیمت میگه این معنی اون نداره که همینقدر پول نداره وای همینقدر پول داره بر زیاد ممکن پول داشته باشه ولی مشتری با همین گفتن کلمه‌ای که چی به قیمت های یا که قدر قیمت های گفته سایش موده که من تا حاضر نفهمیدم که برای چی برای این همین روچکه مثال گم همین قدر پول بدم. اعتراض دوم فکر میکنم وقتی که مشتری میگه که فکر میکنم با جوابتون میگم مینویسن تون که اولی فکر کنیم با جوابش میگیم تون یا اگر آفلاین باشین شما میگه خیلی جمع برام با میام همین با جای کلمه نه همین عبارت را استفاده میکنم یعنی که فکر میکنم شما دایاتون بگیرین که یک نمودی خوش معاملگی مشتری در روی شما نگفتن نمیتونه و چه همین عبارت را استفاده میبره که فکر میکنیم همه ما همین خیلی همه اون استفاده میبریم همین عبارت را میگم که معنای او را داره که نگفته صاحب شما چه خیال کنیم که هم مشتری از دست ندیم برای که اگر همین گفت فکر میکنم رفت 90% اگر رفت ممکن دیگه بر نگرده شما این فروش گفت یا از دست دادین. همین سبب وقتی که مشتری شما دا گفت نه چیکار کنیم که مشتری را به گپ بدرانیم مشتری را از دست ندیم. در این حالت شما مشتری را میگین که ها من شما را 100% میفهمتون قراری مهمه شما باید فکر کنین نه که ای تجربه شخصی ما تا جایی که من میدونم تا اینجا کار کردم در همین سفره بسیاری نفرایی که گفتن که فکر میکنیم یا نرخ برای یا قیمت بود یا یگان مانعی دیگر بود. حاضر همین شما راست شب بگین چی شما را من میکنه خریدی همین فهمیدین چی شما را من میکنه بازم چی بازم سوال میکنین همین سوال دادن میگیرین در فروش باید سوال بدید همین سوالا که دادین مشتری میگه ها در حقیقت قیمت ها یا پرابلم دیگه یا مشکل دیگه بعدا شما هم مشکل رو حل کرده چی میتونین هم مشتری ده هم محصولاتون بفروشین. انا که میگذاریم از همه قسمتی اساسی برای اون که شما ده بنویسن که قیمت بنویسن که چانس ما بنویسن که ولی فکر میکنم بعد جواب میدم شما باید در اون شبکه اجتماعی باشین در اینستاگرام در تیک تاک نمیدونم در تلگرام باید چی مگزین اختونه اسلوب اختونه داشته باشین همونجا پیشنهاد کرده کی باشین علاقه پروفایل داشته باشین در همین شبکه‌های اجتماعی. انا اگر داشته باشین درست پاکوف کردگی نباشه چی در این حالت شما هیچ کنه میخره شما ده هیچ وقت نمینویسن. میگذاریم با پاکوف کردن پروفایل در شبکه‌های اجتماعی از اون جمله در اینستاگرام. اگر خیلی اینستاگرام رو بگیریم میشه که اینستاگرام با 4 قسمت جدا کرد پاکوف کردنش یکم این نام و اواتار نام صورت گلاونی که در اینستاگرام هست. اگر برند شخصی ختم باشه لیست اکانت ختم باشه چی باید صورت ختم باشه صورت یگان چیز دیگه یک کتاب یا روچکه کامپیوتر نوتبوک ماشین نه صورت شخصی ختم. اگر بیزنس تون باشه چی یک لوگوتیپ تیار کرده در همونجا میمونیم نامتون هم همون خیلی مثلا اگر برند شخصی تون باشه اگر من تارگتولوگ میبودم سمیف مید تارگتولوگ دوشنبه اشتباه بودم بودن اوشه بفهمن که من سمیف مید تارگتولوگ بودم در شهر دوشنبه بودم. در دوامش
بیو هسته بیو میگن شبکه پروفیل. در شبکه پروفیل شما باید به 3 سوال جواب بدین. خلاص شما کین، چیکارین، چی مشکلی را حل کرده میتونین، مقصد چیکار کنن که کسی شما در علاقه بروین. می نویسین صحبتونه، می نویسین یک بگیم آفر نقص، پیشنهاد نقص، یک سلکه را میمونین که برای مراجعت در واتساپ به مثال در واتساپ نویسین گفته یا که در دایرکت نویسین گفته علاقه چی نام اواتارتون بیاتون تیار است. بیا شبکه پروفیل. بعدا هایلایت ها هست. هایلایت میگن اکتوالی که با زبان روسی خمون میگن. در اکتوالی اگر مثال گپ شما بیزنس باشین حتما سراغتون مونین، ادوار مونین، دستافکار مونین. همین 3 چیز اساسی. بعدا خیلی میتونین اسورتیمنت مونین. وقتی که آدم روی پروفیلتون میدره مثال گپ نام فامیلتون خون، شبکه را خون، معلومات بسیار گرفت. میبینه آدرس هست. سراغتون در جای میفهموشه. ادوار هست. یعنی که چی فکر دارن مشتریان شما هست. دستافکاتون دسته که دستافکا کرده سین برده رسونی است. اونجا باورش چی یک چند مرتبه نسبت پروفیل شما زیادتر میشه. قسمت چهارم این کانتنت ویژوالی، یعنی که آدمون در اومده در پروفیل شما چی نمود ریلز هم میبینن، چی نمود پست را میبینن. هیچ وقتی پروفیل شما پروفیل ایدی بیزنس های ایدی فروش مثال گپ نوتبوک های هیچ وقت صورت های شخصی خودتون نمونین، صورت های نمیدونم کودکتون نمونین، ای پریرودا کتی جوراتون یا که پریکول خیلی چیزا رو موندن در کار نیست. هست آدمایی که عیناً همه خیلی چورا میمونن، یک تا پروداکت موندگی، محصولات موندگی، یک تا پریکول موندگی، یک تا ویدیو دیگه موندگی، نامعلوم کیان چیان. اهم سبب فقط استروگا چی درباره همین نوتبوک شرط نیست که ویدیوی فقط پدایشی بکنین، فقط ویدیویی که فروش باشه. نه، رزلیکاتل میکنین، نمیدونم اینفورماسیون میکنین، ویدیویی که درباره فاکتور جالبی نوتبوک گام میزنین. تماها زیادن. خلاص دیگه که فقط چی دائم در یک سمت باید شما ویدیو بکنید. اگر تمام همین قدمایی که در بالا گفتیم برای اینستاگرامتون کردین، علاقه اینستاگرام شما با یک ماشین اتوماتیک فروش تبدیل میشه و چی فقط شما در فروش آوردن میگیره. اما رفت اگر شما همین ماشین اساس کردن نتونین چی مرحمت میتونین در همین رقم مراجعه کنین. ما کورس SMM داریم، میتونیم شما را چی همین کسب یاد بدیم. میتونین این کسب یاد گرفته چه که مثال آوردیم رفته در یگان شرکت کار بکنین یا اینکه بیزنس خودتون پیش برین یا که یگان نمود بیزنس کنین. در این کورس ما شما را پورا از همین اوپاکوفکای پروفیل سر کرده تو همون درسای فروش با پورگی مقدم شخصانش مدام میآموزونم. در این دورو کورس ذهنی سنی هم داخل است. چه ویدیو میسونن، چه کارتینگ هم میسونن. خلاص گپ که موضوع کورس زیاده. سوالا باشه مرحمت میتونین در واتساپ بنویسین با همه جواب میگم. خرسان میشم آیا که اگر شما همین ویدیو یگان چیز نو بختون گرفته باشین، اگر همین باشه میتونین در کامنت بنویسین، سوالاتون باشه، اعتراضا باشه، همش خونده جواب میگم. لایک موندن پادپیس کردن هم فراموش نکنین. طول این چند مدت با شما بودم من سمیع احمد. به همه برای کار تا بازدید در ویدیوهای آینده.